میدونی خطرناکترین آدم های دنیا کیان؟ اونایی هن که ببخشید بلد نیستن، اونایی که قبول اشتباه کردن تو فرهنگ لغت ذهنشون هیچ معنایی نداره، اونهایی که آتیشت میزنن اما زمانی که قرار تو رو به دیگران نشون بدن اون دودی که ازت بلند میشه رو نشون میدن، داستانو از اونجا به بعد برای دیگران تعریف میکنن. جرأت ببخشید گفتن یعنی انسان بودن، اما اونها دوست دارن قهرمان داستانهای دروغین خودشون باشن. جوری مظلوم نمایی میکنن، جوری داستان رو تعریف میکنن، جوری حرف میزنن که تو کم کم به خودت شک میکنی، میگی نکنه من اشتباه کردم، نکنه من حافظم رو از دست دادم، نکنه تقصیر من بوده. و تازه یه جاهایی باز به خاطر اینکه حوصله جنگیدن نداری، چون نمیتونی بهش اثبات بکنی که اشتباه از جانب تو بوده، اینه که تقصیر رو گردن میگیری و تو میگی ببخشید به خاطر اینکه بحث تموم شه. اما اتفاقی که میفته بار بعد مجددا بهت میگه مگه تو همونی نبودی که بعد از کلی بحث گفتی ببخشید؟ تو قبول کردی مقصری. خودش میدونه که تو تقصیر رو واسه چی گردن گرفتی، واسه اینکه به پایان بحث برسی، اما از همون سوء استفاده خودش رو میکنه. این آدمهای خودشیفته آدمهای بسیار سمی و خطرناکن. رفیق من، از آدمهای سمی و خطرناک حذر کن. اینها دزد آرامشن.